مدت حیات از تصور کمتر است. به نام خداوندی بخشنده و مهربان. دانشمندی با نام دیل کرنگی قصه می کند که مردی گرفتار جراحت معده شد و بیماریش روز تا روز سختتر خروج می کرد و وزنینتر می شد. پزشکان او را از بیمارستان جواب داده و گفتند که دردش بی علاج است و او را نیز عمر کم مانده است. بعداً این بیمار تصمیم گرفت که چون عمرش کم مانده است پس می خواهد سفر کند و هر چی دلش می خواهد آن را تناول نماید. هرچند او را منع کردند که سفر نکند که در جای دیگر می میرد، او اعتماد نکرد و سفر پیش گرفت. در سفر هرچی دلش خواست خورد و حتی خوردنی هایی که قبلا برایش پزشکان منع کرده بودند از آنها بی‌ملال خورد، خندید، گرد جهان چرخید، شهر و ناحیه های نو به نو را دید. پس از اندک مدت به همسرش نامه نوشت که یگان بار این گونه خرسند نشده بوده است. پس از چندی به خانه برگشت. رنگ و رویش نسبتی پیشتر زیبا و بدنش فربه و از درد نشان نمانده است. خرسند بودن بهتر از شفا و دوای دکتران است. بله برادر و خواهر عزیزم، شادی و خرسندی یکی از بهترین دواهاست و غم و غصه یکی از بدترین دردهاست.